ترجمان دولت و مردم عزیز تاجیکستان هستم. من قبلا چون وزیر نیرو بودم سفرهای زیادی به تاجیکستان داشتم، خیلی آشنام با کشور شما. اون دوره که وزیر بودم مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان بودم. الانم که خدمت شما رسیدم از سنگتوله 2 سد سنگتوله 2 دارم برمیگردم، بازدید کردم، چون 10 سال قبل پلنگ این سد رو من از طرف ایران اومدم و رئیس جمهور شما جناب آقای امام علی رحمان با هم کلنگ زدیم. الان رفتم دیدم سد کامل ساخته شده، برق تولید میکنه و بسیار هم پروژه و سد خوبی شده. همینطور این تونل انزاب، تونل استقلال رو بنده و همکاران من اونو حفاری کردیم. الان مردم رفت آمد میکنن، چون من تخصصم عمرانی بوده، در گذشته وزیر نیرو بودم. الان در مسئولیت کمیته امداد امام خمینی در کشور جمهوری اسلامی ایران هستم. به همین منظور همین سفر الان انجام میگیره. ما یک دفتر نمایندگی داریم در تاجیکستان، کمیته امداد. الان سالهای زیادی است که داره به مردم خدمت میکنه، به مردم تاجیکستان در کارهای مختلف آموزش میده و یاری میرسونه. اومدیم دفتر رو ببینیم، کاراش رو از نزدیک. من دیدم مسئولین تاجیکستان خیلی راضی هستن از عملکرد این دفتر و آقای سفیر ما جناب آقای فغانی همینطور. همه اظهار میکنن که این دفتر عملکرد مثبتی داشته، هم مردم و هم مسئولین دولتی راضی هستن و ما میخوام این دفتر حفظ بشه. همین کاراش رو با هماهنگی دولت تاجیکستان ادامه بده. یکی از مسئولیت‌های کمیته امداد در ایران و کشورهایی که دفتر ما داریم، امداد رسانی و کمک رسانی در مواقعی که مشکلی در اون کشور یا مصیبتی پیش میاد، مثل سیل چند وقت پیش بدخشان. خب این دفتر وظیفه داشته کمک رسانی بکنه در حد وسع خودش. این کمک ما یک کمک دولتی نیست، چون کمیته امداد وابسته به دولت نیست، وابسته به حکومت ایرانه، به صورت خیریه داره میشه و شاید این جزء محاسن کمیته امداد امام خمینی در ایران هست که به صورت کاملا غیر دولتی اداره میشه. الان هم یه کمک هایی رو آماده کردن، یعنی آماده بود، شاید چند روزی نگه داشتن که ما برسیم با آقای سفیر در خدمت شما اعلام بکنیم با کمال افتخار که این کمک ها به مردم بزرگوار تاجیکستان و در اون منطقه بدخشان که از سیل آسیب دیدن، درسته؟ و ناحیه رشت که تحویل میشه و بالاخره استفاده کنم مردم عزیز. این کمک است از طرف خیرین عزیز در کشور جمهوری اسلامی ایران. کالاهای مختلفی هست، هم غذا هست در بسته‌های مختلف، از برنج و روغن و شکر و ماکارونی و فرش هست، پتو هست و یک محموله سوخت. من موافقت کردم با این سفیر که یه سوخت بکنم 20,000 لیتری از طرف ما در این سفر اهدا بشه به مردم اون منطقه و سبد کالا و یه تعداد هم دیدم اینا بیشتر به وسایل خونه میخوره و یخچال و فریزر و اجاق گاز و یه تعداد محدود خونه هم من موافقت کردم در این سفر در اون منطقه بازسازی بشه. فردام یه سفری دارم، میخوام تونل رو ببینم. آقای سفیر، تونل استقلال رو ما کارش انجام دادیم، الان یه تعمیراتی هم داره میشه
چون رشته ما فنیه، میخوام تونل رو باز بازدید کنیم و میریم به سمت خوجند. فردا اونجا ما بازدیدهایی داریم، مسئول ولایت اونجا میزبان ما هستن، حتی من شب میمونم در خوجند، باز یه جایی رو بازدید میکنیم. بیشتر میخوایم آشنا بشیم که این دفتر ما چه خدماتی رو بهتر هست و در چه سمتی انشالله انجام بده. من اینو تاکید بکنم که کمیته امداد صرفاً مسئولیت دستگیری و کمک به مردم رو داره، روابطش کاملا و خدماتش به سمت مردمه و بیشترم سعی اینه که این دفاتر آموزش ما، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش‌هایی که بالاخره مردم عزیز میان می‌بینن، مخصوصا خانم‌ها برن خودشون یه کاری رو انجام بدن با یه وامی که پرداخت میشه، اینو میخوام بیشتر انشالله تقویت بشه. بله، الان هم همکاران من اطلاع میدن که در سطح تاجیکستان 134 کارگاه آموزشی فعال هست. اونجا میان آموزش میبینن. مدرکی که همکاران من میدن به اونایی که دوره را تموم میکنن، هم در تاجیکستان و هم در بکنم کشور روسیه و خارج از تاجیکستان مدرک قابل قبوله. اخیراً هم یه تعداد حتی ایران اومدن، در کمیته امداد ایران آموزش دیدن، اینا برگشتن به تاجیکستان، میتونن اون آموزش ها و مدرکی که گرفتن یه کاری رو انشالله انجام بدن. من با مسئولین تاجیکستان ظرف 3 روز آینده دیدارهایی رو دارم. در اون دیدارها حتما دیدگاه های طرف تاجیک، آقای سفیرم در خدمت، به ما منتقل میشه، ببینیم چه انتظاری دارن و میخوان کمیته امداد در چه راستا و جهتی مأموریتش رو و دفترش رو اینجا فعال نگه داره، چون میتونه کمک کنه به ادامه مسیر ما. آقای سفیر به درستی فرمودن بنده به تاجیکستان و همه وجود واقعا علاقه دارم. خیلی سفر اومدم و اینم اولین سفر من در همین مسئولیت کمیته امداد هست به خارج از ایران و احساسم نمی کنم که اینجا مهمان هستم. تاجیکستان خانه خود ما هست، فارسی صحبت میکنیم، چهره ها آشناست و این هم ما رو از نظر انجام مأموریتمون خیلی راحت کرد.